بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه از عبدالله بن مسعود صاحب السوادین و النعلین، آن شخصی که صاحب پای افضال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خوشا به حالش، پای افضال پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برداشته میگشت، از آن نقل کردم. ابن مسعود یکی از اولین ها گفتن که کنت سادس الاسلام، من ششمین مسلمان ها بودم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت خدیجه رضی الله عنها، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثه و عبدالله بن مسعود ششمین مسلمان ها بودم. یعنی بر وقت اسلام قبول کرد. میگن که الیقین الایمان کله، یقین همه ایمان است. یقین علم است، یعنی یک چیز را در قلب عمیق دانستن است. علم همه ایمان این یقین است گفتن. یعنی انسان را چی چیز وادار میکند که عملهای صالح کند، خیر کند، نماز گزارد، طاعت و بندگی کند؟ ایمان وادار میکند. چی چیز انسان را وادار میکند که از گناه ها خودداری کند؟ ایمان. و همون یقین است، یعنی باوری کامل. انا همین یقین همه ایمان است، یعنی اصل ایمان یقین است گفتم. بعض انسان سخن عبدالله بن مسعود را نادرست میفهمند، یعنی ایمان فقط در قلب است گفتگی معنا نه، بلکه در اینجا برای چی امام بخاری سخن ابن مسعود را آوردن؟ برای شاید کلمه کلو، الایمان الیقین الایمان کله گفتم. یقین همه ایمان است، یعنی کلمه کلو به ایمان پیوست شد، یعنی ایمان کلمه کلو را به خود قبول کرد، یعنی همه ایمان یقین است. این دلالت می‌کند که ایمان کم و بیش می‌شود، برای اینکه این اثر است در دوامش آمده است که و صبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان است. مادامی که صبر نصف ایمان است، نصف دیگرش چی است؟ یعنی این دلالت می‌کند که ایمان تقسیم می‌شود به جزءها. یعنی ایمان یک انسان کمتر است، چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که کسی که در قلبش مثل دانه گندم یا ذره اگر ایمان داشته باشد، گفتن چیزی که در حدیث ها ان شاء الله می‌بیاید، یعنی ایمانی بعضی ها کم است، به انسان ایمانی بعضی ها مانند کوه است، بزرگ است ایمانش، و این دلالت می‌کند که ایمان کم و بیش می‌شود.